تغییریابی اقلیم به تمام ساحه‌های اقتصادیات جمهوری تاجیکستان تاثیر می‌رساند و حوزه قسمت تاجیکستانی دریای سیر استثنا نیست. در رابطه با این وارد نمودن خلف‌های اقلیمی و جنبه‌های استواری و نقشه اداره‌کنی ذخیره‌های آب حوزه دریای سیر برای سال‌های 2026-2030 وظیفه مهم می‌گردد. سمیناری حوزوی دو روزه که از روی لایحه منطقوی تغییریابی اقلیم و استواری در آسیای مرکزی در یکجایی با اداره ذخیره‌های آبی منطقه حوزه دریای سیر و وزارت انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید برای بررسی مشکلات اساسی، تبادل تجربه پیشقدم و تهیه تدبیرهای مشخص مطابق شوی زمینه فراهم آورد. در این روند ما همه طرف‌های مقصدناک، همه طرف‌های هوسمند هستند و در ناحیه‌هایی که همه ناحیه‌ای که در منطقه حوزه دریای سیر جایگیر هستند، پیش از همه اون مشکلات‌های اساسی که موجود هستند که به سمت اداره استواری ذخیره طبیعی روانه شده است، همه این معماها رو می‌خواستیم دیده برآمده و راه‌های حل این معماها رو با دستگیری گویم تشکیلات‌های محلی، ساکنان محلی، آب استفاده برندگان، اون کارخانه‌ها و اداره‌هایی که وابسته به استفاده بردن خودی ذخیره آبی از اون، نه تنها گویم آبی نوشاکی و آبی پلیزی و دیگر گویم تشکیلات‌هایی که هستند در بر گرفته همه اون معماهایی که ما باید برطرف کنیم در دوام 5 سال این فعالیت‌ها رو به نقشه گرفتنی هستیم. در رفت سمینار جانب‌های منفعت‌دار از جمله نمایندگان مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی، تشکیلات‌های خواجگی آب، مؤسسه‌های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی و شریکان رشد برای یکجایی معین کردن چاره‌های افضلیتناک مطابق گردانی از قبیل نوسازی اینفراستراکچور آب تامین کنی، جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب در ساحه کشاورزی، بلند برداشتن ثمرناکی اداره کنی آب، تحکیم همکاری اینستیتوسیونالی و غیره را پیشنهاد نمودند. ما پیشنهاد نمودیم که اون مسئله هایی که در نقشه حوزوی در آینده تهیه می‌گردیده، مسئله های مخصوصاً به ساحه آبرسانی اهمیت خاص داده شود و اون مشکلی هایی که در دیگر ساحه و اینچنین در ساحه آبرسانی دیده می شود، اون در نقشه حوزوی سالهای 26-30 وارد کرده شود و آن عملی کرده شود. اینچنین به تعمیر و تجدید نوی اینفراستراکچورهای ساحه آبرسانی اهمیت خاص داده شود. تشکیل کنندگان سمینار انتظاری دارند که آن در سمت تهیه روش همگرا شده اداره کنی ذخیره‌های آب که هم تغییرات کنونی و هم پیشبینی شونده اقلیم را به نظر گرفته، رشد استوار حوزه سیردریا را در پیش آمده دراز مدت تامین می‌نماید، یک قدم مهم خواهد بود. نسیم عبدالله‌زاده، مظفر صابیرов برای برنامه اطلاعاتی اخبار.